کره، ترکیه. مردم کره عاشق کرم پودرایین که رنگای روشنی دارن و صورتو براق‌تر نشون میدن. از اون بر مردم ترکیه دوست دارن که کرم پودرایی رو انتخاب کنن که تم نخودی و گرم رنگ داره. مردم کره عاشق ابروهای صاف و شونه نشدن. حتی دخترای ترکیه فقط در حدی که ابروهاشون مرتب بشه لیفت انجام میدن. هر دوتاشون معتقدن که کانسیلر باید همینقدر کم باشه. هر دوتاشون خیلی کم از پودر استفاده میکنن. دخترای کره‌ای خیلی کم برانزر پودری میزنن. دخترای ترکیه اکثرا کانتورهای کرمی دوست دارن. کره‌ای‌ها عاشق رژگونن، ولی دخترای ترکیه خیلی کم رژگونه میزنن. کره‌ای‌ها معمولا یه سایه چشم تک رنگ پشت چشمشون میزنن و میکاپ چشم خیلی متفاوتی دارن. توی ترکیه اما این سبک میکاپ چشم خیلی طرفدار داره. ولی خب تو کره اکثر مردم اینجوری خط چشم میکشن. خط چشمای کوتاه و نازک با دمای افتاده تقریبا. ترکیه عاشق میکاپای ماتن. کره‌ای‌ها اگه هایلایتر نزنن اصلا از خونه بیرون نمیرن. خط لب و رژ لبای نود و مات، تینت و برق لب. شما کدومش رو بیشتر دوست داشتین؟ کره یا ترکیه؟